من میخوام بهتون افکس برقی رو معرفی کنم. این ماشین خیلی متفاوت از نسخه بنزینیشه. پامو که میذارم روی ترمز ماشین روشن میشه. کلاسترش، مانیتورش تغییر کرده، قسمت فرمون دکمه هاش همه متفاوت شده، جای دست دندش عوض شده اومده به این قسمت و این ماشین تمام اجزاش وارداتیه، حتی رنگ بدنه هم خارج از ایران خورد. دوربین بره عقب کل ماشین رو نشون بدید. این رنگ تکسچر خیلی خاص و متفاوتی داره مثل نسخه وارداتیش. حالا تصویر جلو پنجره هم نشون بدیم که چقدر زیباست و به خاطر اینکه خودرو برقی فضای بسته‌ای داره. اکثر سرعت این خودرو 170 کیلومتره. با هر شارژ کاملی این خودرو 430 کیلومتر پیمایش میکنه. شارژر AC زمانش 7 ساعته و DC زمانش 30 دقیقه است. کول باکس رو داریم. اینجا شارژر وایرلس، گرمکن صندلی‌های عقب و جلو و سردکن صندلی‌های جلو هم داریم. بریم سراغ مانیتور متفاوتش. خیلی نسبت به نسخه قبلیش مانیتور راحت‌تر و روون‌تری داره. تو قسمت تنظیمات خودرو که میاین، مثلا حالا آپشن راحتی خودرو نوشته، اینو میذاریم میشه تنظیمات آینه. از همینجا میتونیم آینه رو تنظیم کنیم. برید روی قسمت آینه، هم به صورت نسخه قبلی دکمه‌اش وجود داره، هم به صورت دیجیتالی تو این قسمت. میریم قسمت نور خودرو، اینم به همین صورت میتونیم اینجا تنظیم. بعد میریم قسمت تنظیمات خودرو. اینجا تنظیمات های مختلفی داره، میتونید آن و آفش بکنید. حساسیت برف پاکن، حالا هر چیزی، حافظه، حالت راننده، همه رو میتونید کنترل بکنید. یه کنترل سریع هم داره که میتونید هم از اینجا ماشین رو بذارید رو حالت نرمال، اسپورت، اکو و هم از اینجا. این خودرو 205 اسب بخاره و 340 نیوتن متر گشت‌آور داره و شتاب 0 تا 100 هم حدود 7 ثانیه است. ماشین در این لحظه روشنه. وقتی پیاده میشم و ماشین رو قفل میکنم خودش خاموش میشه. خاموش.